سلام، روایت است از یک دوست. در قوم ما دختر و بچه تا صنف 12 میرن. باز بعد از اون همراه کسی را که فامیلشان به اون انتخاب کرده عروسی میکنن. یگان بچه ها که بخواین ادامه تحصیل میکنن مگر دختران نمیکنن. و من وقتی به دنیا آمده بودم برام بچه کاکایم بودم. تصمیم بود که بعد از صنف 12 همراه بچه کاکایم عروسی بکنم. و وقتی که من در مکتب بودم پدرم میدید که من چقدر علاقه به درس دارم، به نوشتن دارم و بسیار مغز خوبم دارم. پدرم که مرا گفت نه بچه تو پانتون برو، هر چیزی که میخوانی بخوان. ما از خدا خواسته داخل پانتون شدم. وقتی پانتون رفتم بس قوم شوک شد. اومد به پدرم گفت بچه تا پانتون ماندی چیزی نگفتیم. دختر تا بر چی میمونی؟ پانتون از خود نام داره. پانتون اونجا خدا کی را ببینه، کی دوست شود، کی بگرده، که بچه‌ها در یک صنف میشینه. این کار نکن. پدرم گفت نه دخترم باید یک کار شود. خب بس قوم از ما بریدن. وقتی از ترک را میرفتیم کاری که ترک ما سعی میکردیم از تخبرالله پچ میکردن، رای خلاصی میکردن، کاکای مامای از قوم پدرم هیچ کس خوش نبود. خب بالاخره 3 سال از پانتون تیر شد. بچه کاکای مامان به من گفت یا پانتون تا اعلام میکنی یا من دیگه همراه تو عروسی نمیکنم. من گفتم یعنی این نامزد من است، کسی است که باید همراه من عروسی کنه. گفتم درست است دیگه پانتون نمیرم. پدرم وقتی که دید گفت نه بچه تو اینجا پیش اومدی، از دیشون پیشرفته میتونی. به بچه که اون گفت تو اگه میخوای دختر من به همین حالتشو میگیری، اگه نمیخوای بچه جان تو را رای دختر من رایش. در زیر دل زیاد جگرخون شدم. وقتی که از خاطرکی تا کلانی دمی حس بودم که اینم رای عروسی میکنم. در دلم با بچه کوکای من همیشه عشق میپروراندم و او که دفعه بگم من تو را نمیگیرم بسیار بد بود. و در قوم بسیار یک عیب است وقتی یک عروسی پس بشه و او هم عروسی که از خود باشه. مردا بگه اگر از خودش ایره گرفت خدا بی دختر چی گناه کرده دیگه بیگانه ایره بچه میگیره. خب بالاخره سالها طی شد و با هزار بدبختی و خوشبختی من دکتر شدم. فامیلم همیشه مرا سپورت میکرد و خصوص پدرم. مگم که قوم دیگه روابط نداشتیم، یعنی ما را که میدیدن هیچ طرف مستعلم نمیکردن. میگفتن یک فامیل آزاد هستن که دخترهاش پانتون میره. بالاخره در شفاخانه‌ای که کار میکردم همراه با یکی از همکارایم آشنا شدم و اونا از من خواستگاری کردن که اونا هم دکتر هستن و فامیل من به او جواب بله را گفت. در وسط زمان قوم ما در این منتظر بودن که آیا دختر اصلا به جای میرسه؟ اگه برسه ده کی میگیره؟ از من که در پدرم سخت بود. از من خود کاکایم بود، بچه کاکایم بود، قصهشان قناع بودم. مگر اون پدرم بود که بسته قومش همیشه طرفش نگاه های بد میکردن. و وقتی من پدرم از قوم خود گذشت. حالا من دکتر هستم، بیادرم و خورای دیگه هم دارن مکتب میرم و انشالله اونم پانتون میرم. پیام بچه ها و دخترای جوانی است که اگه شما بخواید در جای برسین اولین کسی که مانیتان میشه فامیل خودتان است. مگر کمرتان از شخ بسته کنین بالای خودتان باور داشته باشین. من بالای خودم باور نداشتم. مگر وقتی طرف پدرم میدیدم میگفتم من باید یک کاره شوم، یعنی به خاطر پدرم که شدم. و به پدرها به خصوص اینا میگم اگه شما اولادتون رو سپورت کنین بسته دنیام نمیتونه آرزوی اولادتون از اونا بگیره. سپورت مادرم زیاد مهم است، مگم از پدر از مرد خانه یک چیز دیگه است. به شما سخت کار کنین همیشه دسترنجتان رو میبینین. تشکر.